در مرحله اول پیستون به سمت پایین حرکت میکنه. سوپاپ هوا باز میشه و مخلوط سوخت و هوا به داخل سیلندر یا محفظه احتراق راه پیدا میکنه. در مرحله دوم پیستون به سمت بالا حرکت میکنه، در حالی که سوپاپ هوا و دود بسته است و مخلوط هوا و بنزین رو فشرده سازی میکنه. با جرقه شمع این مخلوط فشرده منفجر میشه و نیروی حاصل از این انفجار پیستون رو یک بار دیگه به سمت پایین پرتاب میکنه. در مرحله آخر پیستون یک بار دیگه به سمت بالا حرکت میکنه و گازهای به درد نخور رو از سمت سوپاپ دود به سمت اگزوز هدایت میکنه. و حالا اصل مطلب، پیستونی که با تمام قوا به سمت بالا پرتاب میشه نباید به صورت اتفاقی با سر هیچ کدوم از سوپاپ‌ها برخورد کنه. این یعنی تایم درست. در هنگام بالا اومدن پیستون باید سوپاپ‌ها به سمت بالا هدایت شده باشن. در این لحظه دارین مشاهده میکنین که پیستون با تمام قدرت به سمت بالا داره حرکت میکنه، ولی یکی از سوپاپ‌ها